بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله و صحبه اجمعین. اما بعد، برادران عزیز، خواهران محترم، در درس دیروز ما شما خواندیم که شیطان در کنار از اینکه خودش در گمراه سازی انسان ها سعی و تلاش میکنه، شاگردای را هم تربیت میکنه که در جمله شاگردایش یکی هم ساحرا هستند. سوره بقره آیت 102. شاگردای را هم تربیت میکنه که در جمله شاگردایش یکی هم ساحرا هستند. آیت شریف سوره بقره آیت 102. شاگردای را هم تربیت میکنه که در جمله شاگردایش یکی هم ساحرا هستند. آیت شریف سوره بقره آیت 102. شاگردای را هم تربیت میکنه که در جمله شاگردایش یکی هم ساحرا هستند. آیت شریف سوره بقره آیت 102. شاگردای را هم تربیت میکنه که در جمله شاگردایش یکی هم ساحرا هستند. آیت شریف سوره بقره آیت 102. شاگردای را هم تربیت میکنه که در جمله شاگردایش یکی هم ساحرا هستند. آیت شریف سوره بقره آیت 102. شاگردای را هم تربیت میکنه که در جمله شاگردایش یکی هم ساحرا هستند. آیت شریف سوره بقره آیت 102. شاگردای را هم تربیت میکنه که در جمله آیت شریف که قاری صاحب تلاوت کرد، و تبعوا و متابعت کردن بنی اسرائیل. از چی متابعت کردن؟ ما تتلو الشیاطین و علی ملک سلیمان، آنچه را که تلاوت میکرد شیطان ها در زمان حکومت سلیمان علیه السلام. در اینجا و ما کفر سلیمان و سلیمان علیه السلام کافر نشد، ولکن الشیاطین کفروا، لکن شیطان ها کافر شدند. یعلمون الناس السحر، تعلیم میدادن بر مردم سحر. و ما انزل علی الملکین، و آنچه که نازل شده بود بالای دو ملائکه به بابل، در شهر بابل که در عراق است. هاروت و ماروت که نام از دو ملائکه، یکیش هاروت بود و دیگهش ماروت علیهم السلام. و ما یعلمان من احد، و تعلیم نمیدادن به هیچ یکی از این مردم، حتی یقولا، تا این که برشان میگفتن که انما نحن فتنه، در حقیقت ما بر یک امتحان آمدیم، فلا تکفر، پس کافر نشو. فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجه، باز اینا یاد میگرفتن از این دو ما آنچه را یاد میگرفتن که یفرقون، تفرقه منداختن، جدایی منداختن، به با واسطه امو سحر، بین المرء و زوجه، در میان یک شخص و همسرش. و ما هم بدارین به من احد الا باذن الله، در حالی که اینا نمیتونستن ضرر برسانن به هیچ شخص مگر به اذن الله. و یتعلمون ما یضرهم، و اینا یاد میگرفتن ما آنچه را که یضرهم، بر ازنا ضرر میرساند، ولا ینفعهم، و برشان منفعت نمیرسان. ولقد، و یقینا که علم و دانستن، لمن اشتراه، هر کسی که اختیار کند بگیرد یا بخرد امی سحر را، جادوگری را، ما له فی الاخرة من خلاق، در آخرت هیچ نصیب نمی داشته باشه. ولبئس، و بسیار زشت است، ما آنچه را که شرعوا فروختن با آن، بهی به آن، انفسهم، نفسایشان را، لو کانوا یعلمون، اگر اینا می دانستند. در این آیت شریف شبهاتی که یهودیا به خاطر منحرف شدن از راه توحید بیان میکردن،
ما شما قبلا هم خواندیم که یکی شهوات است و یکی شبهات. از وسایل دشمنای اسلام چی هست؟ خطرناکترین وسایلشان وسایل شهوات است و بعد از او شبهات است. شبهاتی که شیطان ها در بین بنی اسرائیل انداختن و بنی اسرائیل که پیروای داوود علیه السلام و سلیمان علیه السلام بودن، اینا را به انحراف کشاندن و کافر ساختن. در این آیت قرآن چی میشه؟ بیان میشه. شبهه اولی که اونا در اون وقت انداخته بودن ای بود که اونا میگفتن که شما میگین که سحر بد است، این سحر کار خوب است، این سلیمان علیه السلام این کار کرده. پس بسیاری وقتا دشمنای الله بعضی از کارهای زشت نسبت میتن به کی؟ نسبت میتن به پیغمبران، نسبت میتن به اولیاء الله و مردم جاهل به این فکری که پیغمبری کار کرده یا ای دوست الله ای کار کرده چی میکنن؟ منحرف میشن. یکی از شبهاتی که در وقتی از اونا ایجاد کرده بودن ای بودن که اینا میگفتن که اگر سحر کافر باشه پس سلیمان علیه السلام کافر شده و همین قسم میگفتن که اگر سحر بد باشه ایره خود ملائکه آورده است. بین از همین قسمی شبهات ایجاد کرده بودن و این شبهات سبب شده بود که اینا کافر شده بودن. الله متعال این شبهات از اینا را رد کرد که امت رسول الله صلی الله علیه و سلم مبتلا به چنین شبهات نشن. و تبعو الله متعال میگه درس میگیریم از و تبعو. چی درس میگیریم؟ که وقتی بر پیروای موسی علیه السلام یا پیروای داوود علیه السلام و سلیمان علیه السلام و پیرو هر پیغمبر وقتی که گفته شده بود که شما از کتاب الله و از سنت و روش پیغمبرتان استفاده بکنین، پیغمبر متابعت کنین، الله متعال میگه که اینا متابعت کردن از چی؟ ما تتلو الشیاطین، آنچه را که شیطان ها میخواندند و تلاوت میکردن از رمزهای جادوگری. این کار چه وقت میکردن؟ علی ملک سلیمان، در زمانی که سلیمان علیه السلام به سر قدرت و حکومت رسید. وقتی که سلیمان علیه السلام آمد دید که یک تعداد زیادی مردم به سحر و جادو مبتلا هستند. سلیمان علیه السلام چی کرد؟ چون معجزه ازی بود که جنها تسلیم ازی بودن، تمام سحرهای را که شیطانها در بین مردم ترویج کرده بودن ایره سلیمان علیه السلام جمع کرد و در یک صندوق گذاشت و ایره در زیر چوکی خود دفن کرد که از دیگه جای یا دوزی میکردن و در اینجا شیطانها دوزی کرده نمیتانستن. لکن وقتی که سلیمان علیه السلام رفت این شیطانها باز چی کردن؟ راه پیدا کردن و رفتن امو چیزایی که اونجا بود او رو چی کردن؟ پس کشیدن در بین مردم رواج دادن. پس این مردم بنی اسرائیل چی کردن؟ یا متابعت از سلیمان علیه السلام نکردن، چون سلیمان علیه السلام یک پیغمبر معصوم بود مثل رسول الله صلی الله علیه و سلم. اینال الله متعال میگه که این عقیده یهود عقیده غلط است. اینا آنچه را میخواندن که او را شیطان ها کرده بودن در زمان حکومت سلیمان علیه السلام. پس اینجا چند درس میگیریم. اول ای که اصل سحر از طرف شیطان ها در بین انسان ها ترویج شده. عمل سحر شیطان ها رواج کردن، لکن شیطان ها عادتشان چی هست؟ شیطان انسانی و جنی همیشه کار زشت خود به نام یک شخص خوب میکنه. مثلا شرک میکنه، این شرک در کجا میکنه؟ در قبر یک دوست الله میکنه. چون مردم را دوست داره بر مردم اتوانمود میکنه که امی دوست الله گفته که بر من رکوع کنین، بر من سجده کنین، به نام من نظر بکنین. سحر هم اینا آمدن به نام سلیمان علیه السلام در بین مردم ترویج کرده بودن، در حالی که سحر یک عمل کفری است و سلیمان علیه السلام یک پیغمبر معصوم است. الله متعال میگه این عقیده را داشته باشید. امیال هم اگر شما در بازار برین، در این پشت مسجد پلخشی در این دکانا برین پرسان کنین، یک کتاب از به نام نقش سلیمانی، در اونجا هم اما یهودیایی که کتابا را جور کردن اتوانمود میکنن که سلیمان علیه السلام این نقشای سحری را سلیمان علیه السلام کشیده. عکس سلیمان علیه السلام است، عکس بلقیس
علیه السلام است. یعنی در بین مردم هنوز هم این کفریات، بعضی کسا هم تاویزگرا، فالبینا، جادوگرا چرا کافر میشن؟ امو کتاب‌هایی را که اوندوا نوشته کردن، امو کتاب‌هایی را که یهود نوشته کردن، امو کتاب‌هایی را که سکه ها نوشته کردن در افغانستان، امو جادوهایی را که امروز سکه ها در بین مردم میکنن، اینه میره مسلمان ها هم از اونها یاد میگیرن و به نام مسلمان چی میشن؟ این اعمال میکنن. نقش سلیمانی، یک کتاب دیگه از برای تاویزات به نام کنز الحسین. این کتابا را که شما بخونین، کل از این کتابا را که سعی کنین، کلش تحریف قرآن است. یکی تحریفش هم است که آیات قرآن گرفته از حرف به عدد نوشته میکنه. ایواز بسم الله الرحمن الرحیم سر تخته نوشته میکنه معلم صاحب 786 786 که از اون دو پرسان کنی که همین 786 شما چی معنی میگه؟ هری کرشنا. هری کرشنا هیدو چشمه را به حروف ابجد هی ری یا کاف ری شین نون الف جمع کو 700 چند پیدا میشه؟ 786. غیر مستقیم چی میکنن؟ تو آیت قرآن، کدام آیت قرآن به عدد آمده که شما ایره چیز کنین؟ ابجد ای از کی هست؟ خود ابجد یک رمز سحری و جادوگری و تعویذگری و شیطانی ابلیس است که ای از بنی اسرائیل اینجا انتقال شده. متاسفانه بعضی کسا خدا عالم هم میگیرن آیات قرآن با چی نوشته میکنن؟ با عدد نوشته میکنن. امی که قرآن آیاتش تغییر دادی تحریف شد نشد؟ تحریف ده آیات قرآن میکنن. پس الله متعال میگه واتبع اینا متابعت کردن. ما از آنچه که تتلو شیاطین و تلاوت میکردن میخواند شیطان ها از رمزهای ساحری و جادوگری، سحری و جادوگری در چه وقت؟ در ملک سلیمان، در زمانی که سلیمان علیه السلام حاکمیت داشت. این بعضی کسا میگه که والا پیغمبر به سیاست چی؟ پیغمبر بر حکومت چیست؟ اینجا قرآن میگه که سلیمان علیه السلام چی بود؟ حاکم بود. حاکم بود. ملک یعنی مالکیتی که در جامعه می باشه از طرف الله برازی داده شده که این شریعت الله را در زمین الله. سلیمان علیه السلام بچه داوود علیه السلام است. داوود علیه السلام الله میگه یا داوود انا جعلناک خلیفة فی الارض. داوود علیه السلام خلیفه بود در زمین، خلافت داشت، سیاست داشت و بعد از او سلیمان علیه السلام اومد. پس سلیمان علیه السلام هم خلیفه بود. آیا آل حکومت با سیاست ارتباط داره؟ بله ارتباط داره. از کجا هست این قرآن عظیم شان برای ما میگه که اینا در چه وقت میکردن؟ در وقت در رأس حکومت زمان سلیمان علیه السلام کی قرار داشت؟ در رأس سیاست سلیمان علیه السلام. و سلیمان علیه السلام کی بود؟ یک پیغمبر معصوم بود. پس کسایی که میگه که دین با سیاست ارتباط ندارن، این بسیار گپ خطرناک است. بسیاری وقتا یک بخش مکمل دین اینا انکار میکنن، یک بخش مکمل دین انکار میکنن و حتی منجر به کفرشان میشه. خب حالا وقتی که شیطان این کارا را کرد، حالا الله متعال میگه که این عقیده توحیدی درست همی است که ما به تمام پیغمبرها ایمان داریم. وقتی که به تمام پیغمبرها ایمان داریم و میگیم که لا نفرق بین احد من رسوله، ما باید مثل یهود واره نشویم که یک پیغمبر در مقابلش بیادبی بکنیم و دیگه پیغمبر بسیار احترام بکنیم. نه، لا نفرق بین احد من رسوله. اگر پیغمبر ما محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر معصوم است، پس سلیمان علیه السلام هم یک پیغمبر معصوم است. یهودیان نه تنها عصمت ازیره مورد سوال قرار دادن و تهمت کردن، حتی تهمت کفر بالایش کردن که اگر سحر کافر است، پس سلیمان علیه السلام سحر کرده و کافر شدن. الله خو یک کس را ناقی لعنت نمیکنن. این بنی اسرائیل که لعنت شدن به خاطر ازی که حتی در مقابل پیغمبران بی ادبی کرده. و ما کفر سلیمان، الله متعال میگه فکرتان باشه که سلیمان علیه السلام کافر نشدن و کسی که سحر نسبت به سلیمان علیه السلام بده خودش کافر است و کسی که سلیمان علیه السلام کافر بگه خودش کافر است و لعنت الله سرش نازل میشه. باید عقیده توحیدی رو در قسمت پیغمبر داشته باشیم. خیکی کافر شد؟ ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. لکن شیطان ها کافر شدن، یعلمون الناس السحر، که اینا تعلیم میدادن مردم. چی تعلیم میدادن؟ جادو و سحر اینا بر مردم تعلیم میدادن. پس اینا کافر شدن. کافر شیطان است.
کافر جادوگر است، کافر تعویذگری هست که سر سلیمان علیه السلام تهمت میکنه که جادوگری کرده. کافر کسی هست که قرآن تحریف میکنه. کافر کسی است که قرآن عظیم الشان با خون نوشته میکنه. کافر کسی هست که قرآن عظیم الشان بیادبی میکنه. کافر کسی هست که به پیغمبرای معصوم الله بیادبی میکنه. و ما کفر سلیمان ولکن شیاطین کفروا. چرا؟ یعلمون الناس السحر، اینا مردم تعلیم سحر میدادن. حالا یک موضوع دیگه عقیدتی هست که ایره هم متاسفانه حتی بسیاری از مفسرین خودش قرآن تفسیر میکنه، اسمت پیغمبرا را مورد سوال میبره. در قسمت هاروت و ماروت، هاروت و ماروت دو ملائکه هستن و عقیده ما و شما اینمی هست که امی قسم که پیغمبرا معصوم هستن، ملائکه هم چی هستن؟ معصوم هستن. اینال هر قصه که در عصمت پیغمبرا خدشه وارد میکنه، این قصه را باید ما شما در دیوال بزنیم، ولو که هر کسی قصه را بکنه، هر کسی که باشه، عالم باشه، شیخ الحدیث باشه، مولوی باشه، هر کسی که باشه، اگر عالم است باید عصمت پیغمبرا را مراعات بکنه. اگر شاعر است عصمت پیغمبرا را مراعات بکنه. اگر عالم است و شیخ الحدیث است و مفسر است، عصمت و پاکی ملائکه را باید چی داشته باشه؟ مراعات بکنه، چون این عقیده ما هست، عقیده قرآن است. اگر کسی در این اندک شک ایجاد میکنه که عصمت پیغمبرها را متزلزل بسازه و یا عصمت و پاکی ملائکه را، انسان خودش در ایمان خود مشکل داره و ما از اون متابعت نمیکنیم. مثل کال بسیاری شاعرای هستن که قصه های را ساختن، قصه را جور میکنن که العیاذ بالله یوسف که پیغمبر الله هست عاشق یک زن العیاذ بالله زناکار میشه، در حالی که قرآن عظیم الشان میگه الطیبات للطیبین والخبیثات للخبیثین. خبیثه چی هست؟ خبیثه زن است، زناکار. وقتی که یک زن در خانه خود از یک جوان مطالبه زنا را میکنه، خوی زناکار است. در تاریخ و زندگیش زنا ثبت شد، ولو که پسان خوب آدم هم شود باز هم لکه هست. لکن از کجا ما فهمیدیم که مثلا یوسف علیه السلام این کار کرده؟ بازو سازنده میخیزه خواندن میکنه که الهی زلیخا عزیزت بمیرد که یوسف بغه تخت تجمل نشیند. این کلش اشعار کافری هست. شاعرش هم کافر میشه و خوانندهش هم کافر میشه، لکن نمیفهمه. بعضی اوقات بعضی کسای دیگه هست عصمت موسی علیه السلام چی میسازه؟ در عصمت و پاکی موسی علیه السلام شک ایجاد میکنه. بعضی از شاعرها هستن وقتی ما قرآن میخوانیم باید قرآن با اونمو شکل بخوانیم که قرآن عظیم الشان برای ما درس میده، تعلیم است. ما عقیده داریم، ولی عقیده ما چی هست؟ عصمت پیغمبرها هست. خب وقتی که پیغمبر معصوم است، باز یک قصه را میاره در زمان موسی علیه السلام. امیال هست بسیاری کتابات شما خودتان بخوانید، من نیاز ندارم که نام بگیرم، من اشخاص کار ندارم. همیشه مبارزه ما در مقابل افکار انحرافی هست، نه در مقابل اشخاص که فلانی شخص بد من میه یا خوش من میه یا بچی کاکای فلانی است بچی مامای فلانی هست. لکن عقیده منحرف است که میگن که موسی علیه السلام رفت در یک جای و مچم یک کسی بود برای الله متعال گپای عجیب و غریب میگفت، صفات عجیب و غریب میگفت. باز موسی علیه السلام او را نصیحت کرد و باز دل از او از اسلام سیاه شد. سعی کنین سر موسی علیه السلام تهمت میکنه، میگه شخص وقتی که بر الله متعال گپای زشت میگفت، موسی علیه السلام این را دعوت کرد، دل از این بیخی سیاه شد. بس چه شد؟ پیغمبر معصوم. باز میگه این شخص رفت یخن خدا پاره کرد. باز موسی علیه السلام در کوه تور رفت، باز الله متعال برش گفت که اگر تو نری او شخص راضی نسازی من پیغمبری از تو میگیرم. سبحان الله، پیغمبر اول العزم معصوم سر چی قدر تهمت میکنین و بنام از که فلانی شخص است فلانی شخص است. باز میگه موسی علیه السلام رفت، باز موسی علیه السلام جگر خون شد، پس آمد و برای شخص گفت که هیچ آداب و ترتیب مجو، هرچی میخواهد دل تنگت بگو، هرچی که پیشترم الله را دشنام میدادی، دعو میزدی، کلمات زشت میگفتی، هرچی که میگفتی بگو. این کفر دیگه هست، این کفر است، این حرام است، این ناروا هست، این در عصمت پیغمبر الله بیادبی هست. یک شخص میخواد یک مقام بده لکن یک پیغمبر توهین و تحقیر میکنه.
باز میگه اون شخص برش گفت که برو موسی، عالمه از او گپا تیر شدیم، عالمه به سدرت المنتها رسیدیم، 100,000 سال آن سو رفته ام، از سدرت المنتها هم چی شدیم؟ 100,000 سال دیگه او طرف رفتیم، لاهوت ما ناسود باد. این میخواه اونمو عقیده نصرانی ها را بیان بکنه که نصرانی ها گفتن که عیسی مسیح انسان بود، باز الله دی داخل شد، ای به اله مبدل شد. ای هم میخواه بگه که اینمی شخص ولی بود و ای ولی از انسانیت برآمد خودش به الوهیت داخل شد. چقدر اشعار خطرناک و این صاحب در بازار هم میشنوی و قصهش هم میشنوی، یکی به صدای خوبش میخونه، یکی به او میخونه. والله در روز قیامت هر کسی که این قسم عقیده داشته باشه که یهود و نصارا حشر میشه. چرا؟ توهین به پیغمبر توهین به کتاب الله هست و توهین به کتاب الله توهین به الله هست و کسی که به الله متعال توهین بکنه مسلمان باقی نمیمانه. بسیار خطرناک است. دوست داری دوست داشته باش در حدودش. شاعر دوست داری دوست داشته باش، من نمیگم که دشمنت باش، لکن در حدودش. در حدودش. مردم اطاعت از عمر فاروق میکردن، وقتی که عمر رضی الله تعالی عنه خلیفه شد گفتن اگر مخالفت کتاب الله و سنت رسول الله را کردی که شمشیر گردنت میزنیم. پس اطاعت عمر بله میکنیم. چه وقت؟ تا زمانی که عمر مطابق کتاب الله و سنت رسول الله در حرکت است. از صحابه، از تابعین، از تبع تابعین و اینمی قسم مطابقت از دیگه علما و از دیگه بزرگا را میکنیم به شرطی که حد خود ای عالم بشناسه. اما اگر از حد خود برآمد باز دیگه سر ما اطاعتش و دوستیش و محبتش نیست. چرا؟ یکی اطاعت اصل است، محبت اصل است حقیقی، یکی محبت مجازی است. اصل محبت الله هست و دیگه محبت ها کلش محبت مجازی هست که او مربوط میشه به محبت کی؟ محبت الله. پس ما پیغمبر رو چرا دوست داریم؟ به خاطر پیغمبر رو دوست داریم. پیغمبر دوست الله هست. چرا فرعون بد ما میه؟ ما فرعون رو ندیدیم چه قسم قواره داشت، لکن فرعون چرا بد ما میه؟ به خاطر که فرعون دشمن الله بود. پس از ما دوست دائمی ما و دشمن دائمی ما معلوم است. مثل غربی ها نیستیم که بگه یعنی دوست دائمی دشمن دائمی ما معلوم نیست. دوستی ما هم به مصلحت است و دشمنی ما هم به مصلحت است. از مسلمان ها ثابت است. دشمن ما ابلیس است. چرا؟ به خاطر که ابلیس دشمنی خود با الله بیان کرد. فرعون دشمن ماست. هامان بد میبینیم، شداد بد میبینیم، نمرود بد میبینیم، ابو جهل بد میبینیم، ابو لهب بد میبینیم، در حالی که ما یک شام ندیدیم. چرا خیبت میبینیم؟ به خاطر ازی که اینها دشمنای الله بودن. دوستی ما به خاطر الله هست و دشمنی ما هم به خاطر الله هست. هر کسی که دوست الله بود دوست ماست و هر کسی که دشمنی خدا با الله اعلان کرد دشمن ماست. و این عقیده مسلمان ها هست. یک روز یک کسی مرا گفت استاد یگان ذره دیپلماسی کنیم. من گفتم دیپلماسی یعنی منافقت. ما منافق نیستیم. دوست ما معلوم است، دشمن ما معلوم است. 20 سال از امریکا در افغانستان ماشیم. 20 سال است، 18 سال است، چند سال است که نمیدونم. 13 سال است. دمی 13 سال گفتیم که دشمن ماست امریکا. دمی 13 سال گفتیم امریکا دشمن ماست. ما یک روز الحمدلله به صدها 200 500 1000 کلیپ مدمی دنیا تیت است. کل اینترنت گرفته. فهمیدی؟ هر جایی که بری عکس ما میبره. لکن در یک کلیپش هم الحمدلله ما دشمن الله را دوست خود نگفتیم، نمیگیم، نخواهیم گفت. حتی که بمریم. یهود دشمن ماست، نصارا دشمن ماست، چون دشمنی خود با الله بیان کردن. اگر همی علم ترامپ بیه و همیشه بگه که لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، اول من کومیش ماچ میکنم. چیز نه؟ ما دشمنی با کسی که دشمن الله هست. هر کسی که باشه، ولو کان آباؤهم او اخوانهم او عشیرتهم، ولو کانوا آباءهم، ولو که پدرایشان باشه. قرآن تعیین کرده. پس اینجا مسائل کلیدی بسیار مهم اعتقادی هست که انسان مسلمان باید. خب در قسمت هاروت و ماروت چه قسم گپ بود؟ اول قصه های دروغی اسرائیلیات، مثل این قصه که سر موسی علیه السلام تهمت کردن، امی قسم سر یوسف علیه السلام تهمت کردن. اسرائیلیات اما قصه های یهود و نصارا و قصه های دشمنای الله را میگن که
به شکل جنگ فکری در بین کتاب ها داخل شده، به شکل یک قصه شیرین داخل شده و او دشمنی با الله و دشمنی با دوستای الله، با پیغمبرای الله، با ملائکه الله هست. خی هاروت و ماروت چی کردن؟ و ما انزل علی الملکین به بابل هاروت و ماروت. اینجا در منطقه بابل بسیار سحر و جادو بین مردم چی شده بود؟ رواج شده بود. الله متعال دو ملائکه خود روان کرد، دو ملائکه معصوم و پاک که ما به او عقیده داریم، اما تو پاک بودن، اما تو معصوم بودن. ای که بعضی مردم ها میگه که مچم در چاه افتادن و باز یک تار کشال شدن و باز ما چطور شدن، این کلش قصه های دروغ است. هر کتابی که باشه این از اون کتابای یهود و نصارا گرفتن. دو ملائکه پاک هستن، معصوم هستن. الله متعال این دو ملائکه رو روان کرد، گفت برای مردم برین که این مردم فرق بکنن بین معجزه و بین سحر و جادو. برشان علامات و نشانه های جادو رو برشان بگوین. اگر اینی قسم کار کرد جادو هست. فهمیدین آنه؟ یک وقت ما در جای رفتیم گفتن یاد بگیرین بعضی چیزها را که شما مبتلا نشین به سحر و جادو، یاد بگیرین که بشناسین سحر و جادو را. ما رفتیم همین بعضی چیزها را یاد گرفتیم، لکن بعضی کسای دیگه این یاد گرفت نه به خاطر ازی که خدا نگاه کنه، به خاطر ازی که سر از این تجارت کنه. مثلا یکی از چیزای سحر و جادو چه قسم است؟ عمل سحر و جادو که شما اگر پیش یک جادوگر برین، جادوگرا بسیاری وقتا یک چال میکنه، میگه برو تو اول قصص پیشش پرسان میکنه. ایران در پنجاب جادوگرا بریم میگه 50 روپیه دیدو یک جادوگری که چل لیلو، میگه 50 روپیه بده یک چل جادویی رو برات یاد میتم. اینالی یک کسی یاد میگیره که ایمان خود حفظ کنه، چالای از یارو میفهمه بفهمه که دیگه را نجات بده. یک تعداد دیگه است که یاد میگیره به خاطر که خودش چی کنه پیدا بکنه. خب چه قسم است؟ گفت که شما مثلا یک کسی که پیشتان جادوگرا چی عادت دارن؟ عادتشانی است که اول از این نفر پرسان میکنن خوب بیادر چند بیادر داری، چند خواهر داری، چند کاکا داری، چند ماما داری، چند فلان داری، کتکی جور هستی، کتکی خیر هستی، خوی لوده‌ای که دهویز گرفتن آمده، این کل گپا رو برازی میگه. او وقت کل از این یادداشت میکنه. خب این اولی که یک کس خیر است نامشان بر ما گفت که نامش است مثلا چی؟ قال کدام تا اینجا احمد نباشه، نامش است چاول سنگ مثال. ای خو فهمید که او ولی کاکای از ای خو چاول سنگ نام داره و چاول سنگ هم چی کرده؟ بدبین ازی هست. پس فهمید که عالم میتونم از امی طریق دروغای خدا ایره کت کاکایش پرتم و بگویم که سرتون همون جادو کرده و جادو کرده چنان کرده پیسی از ایره بکنم. خب این مردکه چی میکنه؟ این مردکه همی جادوگر یا میگه برو خیلی سبا یک خاله جان یا عمه جان یا کاکا جان یک بچه چی را بیار که مثلا 10 ساله باشه یا 8 ساله یا 9 ساله باشه که خط خوانده بتونه. اون میگه بسیار خوبش. این نام از این شخص را کاری دشمن ازی هست، این کت چی نشته میکنه در روی کاغذ سفید؟ کت او پیاز. اگر شما در روی کاغذ سفید نشته کنین که تو را یک چوبک بگیرین که این چوبک نشته کنین که تو را پیاز سوراخ کنه، او پیاز میگیرن نشون میگن تو را چاول سنگ جادو نموده هست. اینه که کت او پیاز اینجا نوشته بکنی ربانی که بخونه معلوم نمیشه. چرا کت چی نوشتهش کردن؟ کت او پیاز. این او پیاز چه وقت خوانده میشه؟ این نوشته که ایره حرارت بیتی از زیرش. ایره چی بیتی؟ اگر در زیر از حرارت بیتی، این در توسط حرارت امین نوشته که است این ظاهر میشه. اول که اومد میگه بچه‌م بی ورق قصه کده چیزو نوشته است و سهل میکنه نه سفید است، سفید است، خلاص پیش روی خود یک ذره آتش در میته، یک چند ذره اسپن میبردن، باز میگه کرکبیل و نر نبیل و خرخبیل و فرفرمین. این کاغذ از سر آتش تیر کرده میره. فهمیدی نه؟ این که تیر کرد این نفر دیگه میگه فکرت باشه عالمیان آل بر دشمن تا پیدا میکنن تو میکنه. این خو خبر نداره که کاغذ اگه سر آتش این قسم میکنه، این که حرارت گرفت چی میشه؟ این خطای از چی میشه؟ ظاهر میشه. یک وقتی بچه میگه بیگی بچه من حالا بخونده این کاغذ چیزو نشست، او میگه که این صاحب ما خو نمیفهمم، ما خو دیوانه شده، ما خو مصروف هستم. خود تو بگی بخونی که وقتی که میخونه تو را چاول سنگ جادو نموده. این صاحب یک وقت سایل کنی که این مردکه رفته در جان چاول سنگ تارش کرده، او بیچاره هیچ خبرام نداره. این چال چی است؟ چال جادوگرا هست. ایناله دو ملائکه آمدن
برای مردم چی رو تعلیم دادن؟ برای مردم مثل که ما برای شما چال جادوگرا را گفتم، اینا شما اگه برین شما را فریب دادن نمیتونه. یا بعضی اوقات چی میکنن؟ مثلا تو را میگه تو برو یک قوطی سیگرت بیار، وقتی که سیگرت بردی میگه بیار تو زرورق شه. او زرورق کس دبینش کدام چیز رو میزنه، کدام مواد پیش خود داره، کوره دستت محکم بگیری میسوزه. این میگه او خوب محکمش بگی، دست در میگیره، دست در میگیره. تو دیگه فکر میگی که البته دست من جن در داد یا کدام شیطان یا کس آمد کمک میکنه، در حالی که دروغ است. چرا این زرورق وقتی که دستت که محکم گرفتی که حرارت گرفت، به حساب تعاملات کیمیایی چی میکنه؟ دست را میسوزانه. بسیاری وقتا همین جادوگرا خوب کیمیادان میباشن. آدمایی که کیمیا رو یاد نداره، فیزیک یاد نداره، بیولوژی رو یاد نداره، یارا فریب میده. پس هاروت و ماروت آمدن برای مردم چی رو گفتن؟ چالهای جادوگرا رو گفتن که شما اینی چالها رو یاد بگیرین که اینی گپا هست، اگر در قسمت شما کرد بفهمیم که جادوگر است، فریبتان نده. بنی اسرائیل چی کردن؟ بنی اسرائیل از حق استفاده چی کردن؟ باطل کردن. فهمیدین مطلبش هم؟ و ما انزل و آنچه که نازل کرده شد علی الملکین، بالای دو ملائکه که ملائکه پاک و معصوم الله هستند، به بابل در شهر بابل. چی نازل شد؟ او دو ملائکه چی نام داشتن؟ یکیش هاروت علیه السلام نام داشت، دیگهش ماروت علیه السلام نام داشت. و ما یعلمان من احد، و این دو نفر هیچ کسی را این درس ها را یاد نمیدادند مگر برشان میگفتن، حتی یقول برشان میگفتن که انما نحن فتنه، ما خبر یک امتحان آمدیم، میخواهیم که شما را از شر جادوگرا نجات بدهیم، عیبهای جادوگری رو بر شما بیان کنیم که شما خودتان مبتلا به این کارا نشین. فلا تکفر، احتیاط کو که از این درس ها استفاده منفی نکنی، اگر خودت کافر میشی. مثل کال یک کسی صبر روز بره یک خالگه که پیدا کنه بگه بیا من برای تعویض میتونم بیا چی کنم، این از این بین شاگردای خود ما یک کسی بگه بیا یک تجارت کنیم یک 5000 پیدا کنیم، بره یک اوکی پیاز پیدا کنه که کاغذک، این از درس ما استفاده چی کرد؟ منفی کرد. فهمیدید؟ و ما یعلمان من احد حتی یقول انما نحن فتنه فلا تکفر. ما امتحان هستیم. این دو ملائکه معصوم و پاک برای درس دادن حقیقت ها تا مردم بفهمانن، مبتلا به سحر و جادو نشن، علامات سحر و جادو رو برای از اینا معرفی کرد. لکن گفت احتیاط کنین که اینجا امتحان است، خود از شر نجات بتین، لکن خودتان مبتلا به سحر و جادو نشین، فلا تکفر، کافر نشون. فیتعلمون، لکن بنی اسرائیل بدبخت بودن، چی کردن؟ فیتعلمون منهما ما یفرقون بین المرء زوجه، پس اینا تعلیم میگرفتن او اسرار جادویی را که در بین خانم و شوهر جدایی پرتن. اینال او تعویض که از یک قاعده بگیرین، او تعویضها و او رموزی که به نام تعویض محبت گفته میشه، این تعویض جادو هست. مثلا تو جوان هستی، یک کس میره میگه فلانی دختر خدا برات نمیته، بیا برات یک تعویض محبت میتم، او دختر تو را دوست کنه، باز بگه آها والا من اینی قاری صاحب قبول دارم. کسی که برات توی تعویض میده، این تعویض چی است؟ سحر است، جادو هست. یا مثلا یک خانم میره میخواد میگه والا شوهر من 2 زن داره، و میگه خیبت من برات یک تعویض میتم که زن دومیش بسیار بدش به تفرقه بین خانم و این هم تعویض چی است؟ سحری هست، کنندش کافر است، و کسی که پیش از این میره و عقیده میکنه این هم در این مرض مبتلا. نامزاد گرفتی لکن کافر شدی. فیتعلمون منهما، پس اینا تعلیم میگرفتن، یاد میگرفتن از این دو ملائکه آن چیزی که باید از او استفاده مثبت میکردن یا چی کردن؟ استفاده منفی کردن، تفرقه میانداختن بین کی؟ بین المرء و زوجه. و ما هم بضارین به من احد الا باذن الله. لکن شما متوجه باشین که این سحر، این جادو، این کارهای زشت، این چالهای شیطانی تا وقت تاثیر نمیکنه که حکم الله نشه. حکم الله چه وقت میشه؟ شیطان چه وقت سر تو سیطره حاصل میکنه؟ وقتی که تو از الله دور باشی. یک نفر وقتی که زنا میکنه، ملائکه چیز از خانهش فرار میکنه. در خانه عکس ها باشه، در دیوالای عکس باشه، ملک رحمت نمیه. وقتی که ملک رحمت نامد، اینجا چی میشه؟ فرصت پیدا میشه برای شیطان ها. در خانه که عکس است، در دیوالایش عکس ها را بند کرده. در خانه که سگ است، سگ نگاه کرده. در خانه که گناه هست،
در خانه که 24 ساعت موسیقی و ساز است، تلویزیون 24 ساعت خواندن میکنه، در خانه که 24 ساعت معصیت است، نماز نیست، عبادت نیست، این خانه مبدل میشه به خانه شیطان. یک دفعه باز خانه میشه جن میگیره، باز که خانه میشه اله داد، باز شوهرش میگیره، باز بچه‌ش میگیره، باز دخترش میگیره. فهمیدی یا نه؟ باز میگه والا تکت تکه هستیم. رسول الله صلی الله علیه و آله میگه سوره بقره را وقتی که یک کس در خانه خود بخونه، در او خانه شیطان جای گرفته نمیتونه. سوره بقره را بخون. اگه هیچ خوانده نمیتونی، در کامپیوتر چالان کو، در موبایل چالان کو، بلند سوره بقره را بان، قرار کل اولادایت بشنوه. امی درس قرآن برشان بان، درس دین بان، درس عقیده را بان. خود به خود از شر شیطان نجات پیدا میکنی. یگانه که بهش میگه والا مرا جادو شدیم، ما سحر شدیم نمیفهمم، ما شیطانت میکنه، شو مثلا مرا سر بام بالا میکنه و مرا در چت بالا میکنه. خب پاک خو کو، اذکار مسنونه را بگم. برش گفتم خیلی یک 3 ماه بسترت میکنم، 3 ماه بعد جور میشی بخیر. که چی بسترشون؟ گفتم 138 درس عقیده هست. ما هم 138 درس عقیده را در 20 سال یاد گرفتیم. تو هم میتونی در 3 ماه یاد بگیری. خدا کتمی درس عقیده چی کن؟ بستر کن. صحیح است؟ کت از امی خدا بستر کن، امی درس های عقیده را یک دفعه بشنو، در کتابت نوشته کو، یاد بگی، باز ببینی که شیطان سر تو چیز میکنه. شیطان هیچ غلطت نمیگیره. شیطان اما کلان شیطان، اما کلان ابلیس هم که بیای، وقتی که تو عقیده درست داشته باشی هیچ چیز کرده نمیتونه. اگه عقیده ضعیف بود 16 قسم سرت حالا می سازنده هر کس میتونه برقصانه. داروسی هست که یگان تا بیدین است، ریشش هم سفید است، پیشی تو بخی کاکا یک رقص کن، میخیزه میرقصه. جوان ها را که سعی کنی این طرف خیز میپرده، اون طرف خیز انداخته میره. اینه شیطان ها انسانی رقصاندش نرقصاندش. اما اگه انسان با شخصیت باشه، اول در مجلس اشتراک نمیکنه و باز کس جرأت نمیکنه که چی کنه؟ ایره به رقص بخیزانه. بسیاری وقتا که در مجلس بری، خود به خود وقتی که تو با الله باشی، اما مردم هم اما الله تو را از گناه نگاه میکنه. حالا میگه گل کنین امی سازمازه که فلانی آمد. الله حفظت میکنه. پس هم شیطان انسانی هم شیطان جنی. خب ما یدرهم ولا ینفعهم ولقد علموا، یقینا که این مردم دانستن با وجود علمیت خود و دانش خود، ای تاویزگرا، ای فالبینا، ای جادوگرا، با وجود از که عالم است کافر میشه، با وجود از که خود با تقوا میگیره کافر میشه. الله متعال میگه ولقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخره من خلاق. یقینا که ایناش فهمیدن، علم داشتن که هر کسی که سحر و جادو میکنه، تاویزگری و فالبینی میکنه، چالای شیطانی میکنه، در آخرت هیچ نصیب نداره، از جنت الله محروم میشه. لکن به خاطر 100 روپیه دین خودم میفروشه، به خاطر 1 500 دین خودم میفروشه، به خاطر پول دین خودم میفروشه. همیشه جادوگر چرا جادو میکنه؟ فالبین چرا فال میبینه؟ تاویزگر چرا تاویزهای شرکی و کفری میته؟ چرا حروف قرآن تغییر میته؟ چرا کارهایی که جادوگرا میکنه این میکنه؟ چرا کتابای جادوگرا میخره و از این به نام دین در بین مردم این چیزها را ترویج میکنه؟ به خاطر پیسه. دیگه هیچ هدف نیست. کل گپ سر چی است؟ سر پیسه. ناچه میری بلبل که پیسه ملیگه. خلاص برقص بلبل من تا وقتی که چی پیدا کنی؟ پیسه. رقاصام که میرقصه به خاطر چی؟ به خاطر پیسه. حب الدنیا رأس کل خطیه. اینمی پیسه دوستی کل گناه ها را بر تو کش میکنه. رقاصام جورت میکنه، ساحرام جورت میکنه، جادوگرام جورت میکنه، فالبینام جورت میکنه. کلش به خاطر چی است؟ به خاطر این پیسه. و این کلشان اگه باسای کنی که پیسه پیش است یا از پشتش میدوان. میگم دین که است مثل آفتاب است، دنیا مثل سایه هست. هر قدر که پشت آفتاب بدوی، سایه خودش از پشتت میه. هر قدر که پشت سایه بدوی، او از پشت گریخته میره. اگر انسان دین بگیره، خود به خود الله متعال برش در بسیار کم برکت زیاد ایجاد میکنه. مثل چوچه گوسفند بیچاره 1 تا چوچه میره، لکن به هزارها هزار رمه گوسفند است. سگ زده میره، هر دفعه که سعی کنید 10 تا 15 تا چوچه میره، لکن بی برکت است. 1 رمه سگ نیست. امی پیسه حرام ممکن است مثل چی است؟ مثل چوچه سگ ورس. هر قدر چوچه پشک زیاد شود،
مرده میره. او چقدری هم ببینید است. امی کسایی که از حرام پیسه پیدا میکنن اینجا مثلا 20000 حرام میگیرن، اونجا که میره بس مثلا دکتر برش میگه که والا خانمت مریض است 60000 تداویش میشن. از آدم دینداره که ببینی بسیاری وقتا یک تابلتک میخوره وقت جور شدن. بسیاری کسا را سائل کنی، بسیاری دیندارا را سائل کنی، یک آیت قرآن هم میخونن جور میشن. اما یک بیدین به چندین شفاخانه خارج و داخل و کجا و کجا و کجا $1 دلار مصرف میکنه بکسکی. پس پیسه حلال که است برکت داره. ولقد علموا و یقینا که این مردم ها فهمیدن که لمن اشتراه و هر کسی که میخره اینمی سحر و جادو و فالبینی و جادوگری را ما له فی الاخرة من خلاق. برازی خلاق چی رو میگن؟ نصیب، بهره در آخرت نیست. یعنی از جنت الله چی هست؟ مخرج. چقدر سخت است. ولا بئس ما شروا به انفسهم و بسیار زشت است در مقابل آن چیزی که اینا نفسهای خود فروختن. نفسهای خود فروختن در مقابل 4 روپیه جنت عزیز دادن، ایمان عزیز دادن، اخلاق عزیز دادن، عقیده عزیز دادن. لو كانوا يعلمون، اگر اینا علم می داشتن، علم حقیقی. اللهم اینی اعوذ بک من علم لا ينفع. یا الله ما به تو پناه میبریم از علمی که دو منفعت نیست. هفتمی چال شیطان که ما و شما دیروز خوانده بودیم، هفتمیش چربه شیطانی ستاره شناسا و منجما هست. قبلنش ساحرا بود، حالا چی هست؟ کسا هست به نام ستاره شناس و به نام منجم. ستاره شناس و منجم کی را میگن؟ 2 قسم است. یکی ستاره شناسی ساینسی هست، یکی ستاره شناسی سحری هست. ستاره شناسی ساینسی است که انسان سیارات میشناسه، زمین شناس است، مثلا سیارات میشناسه، مثلا نظام شمسی را میشناسه و از این سیارات مطابق اون علم ساینسی که است از استفاده میکنه. در قدیم مثلا بسیاری وقتا کشتی ها و راه ها و طرای خود از طریق ستاره ها معلوم میکردن. متوجه هستین؟ این از نگاه ساینس است، این مشکل نداره. لکن یک ساینس ستاره شناسی دیگه هست که ستاره را مؤثر قرار میدن در امور زمین. مثلا میگه والا مشکل تو این است که تو هم ستاره داری یا هم ستاره داره، ستاره تو آفتابی، ستاره از دیگه که است آتشی است، یا مثلا از تو آبی است از او آتشی است. اگر 2 ستاره را در آسمان مجبور کنن، باز شما 2 تا در زمین دوست میشین. این تاثیر ستاره ها را در تقدیر و در سرنوشت انسان ها، این شرک و کفر است. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که من اقتبس شعبة من النجوم، من اقتبس، هر کسی که اقتباس کرد یا گرفت یک شعبه از ستاره شناسی سحری را، فقد اقتبس شعبة من السحر، ای در حقیقت یک شعبه از سحر گرفت. کسی که ستاره شناسی میکنه، مثلا در بسیاری کتابای تعویذگرا و جادوگرا ببین امی عکسای ستاره ها هست، مثلا مشتری عادت داره و مریخی عادت داره و دایی مایی گپ میشه و دایی مایی گپ میشه. اینی مشکل است. علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه یک کتاب داره برای مجموع الفتاوا در جلد 35 صفحه 171 میگه ستاره شناسی که از جمله سحر از 2 قسم است. یکی که اساس حرکت ها بر حوادث حکم میکنه، مثلا این سیاره که اتو حرکت کرد باز در زمین انتو یک گپ میشه. او رو چی؟ او رو به تقدیر ما چی؟ متوجه هستین؟ قسم دوم عمل است که قوای زمینی را با قوای آسمانی مزج بوده جادویی میسازن، مثل طلسم ها. مثلا بعضی عکسای ستاره را میکشن و چیزای زمین را میکشن، از انسان را میکشن، از این جادو جور میکنن. پس اینی ستاره شناسی چی است؟ یکی از اعمال شیطانی هست. دیگه از اعمال سحری که حرام است و شاگردای شیطان هستن بشناسین واقعی هستن، به نام کفشناسا هستن. کفشناسا چه قسم مردم هستن که یا یک تعداد خطهای سابق در زمین میکردن، باز یک 20 دانه خط میکردن، باز برات خطا را که میکش باز میگه فو والا تو زندگی تو طور است. آله این باز پیشرفته شد، بازی را در قف دست جور کردن، باز دست میگیره، باز بعد میگه این اینجا یک خط داری، این خطشی قسم است، تو کنی قسم میشه و ماشم تو صاحب 4 تا زن میشی و شوهر تو سر تین در اینش هست، این کف دست تو میگه. یعنی بسیاری چیزا را از روی چی میگن
این خط عمر است، این خط ازدواج است، این خط اولاد است، این خط اشتیا است. این کل همین خطای دست چی جور کردن؟ طلسم‌های جادویی جور کردن. این جادوگر، این کفشناس در حقیقت چی میکنه؟ در حقیقت ادعای علم غیب میکنه. خودش به خاطر از اینکه خود عالم الغیب قرار میده کافر میشه و پیروایش به خاطر از اینکه این تصدیق میکنند علم غیب داشتن. پس خودش هم کافر میشه کفشناس و مراجعینش هم چی میشن؟ کافر میشن. همچنان مفتیای اسلام به حرام بودن و کفر عقیده کننده آن چی کردن؟ یکی از مفتیها نوشته میکنه، میگه فإن اعتقد الشخص ان قارئ الكف او الفنجان يعلم الغيب فقد كفر بالله وكذلك لو اعتقد ان للنجوم تأثيرا ارشاد المحرمات والمنكرات. فتاوى اجاب عليها الشيخ عبدالرحمن السحيم. این یکی از فتاوا هست، یکی از علما از فتاوای معاصر است. این عالم بزرگوار میگه کسایی که کفشناسی میکنن، اگر یک شخص عقیده کنه که این کفشناس یا این کسی که در پیاله یگان تا باز پیاله را میماند و پیاله خطکا میکشه و پیاله را میگه کی چطور است و هوا میپته، میگه سایکو چشمت و اله چیز معلوم میشه. میگه کسی که مثلا در پیاله فال میبینه یا در دست کفشناسی میکنه و یا هم بر ستاره ها تأثیر در تقدیر انسان ها عقیده میکنه، این انسان کافر میشه. این فتاوای از اینا هست. نهم قسمش شیطان کاهن است و عراف است. اینال در حدیث شریف آمده که من اتا عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 لیله. کسی که پیش ای کاهن یا پیش ای عراف که یا فالبینا هستن پیش از یا میره، رسول الله صلی الله علیه و میگه که 40 شبانه روز عبادت از این قبول نمیشه. حدیث صحیح مسلم است 1751. این حدیث صحیح مسلم است. من اتا عرافا آل عراف. و در حدیث دیگه میگه رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که من اتا کاهنا او عرافا، اگر کسی پیش یک کاهن یا عراف میره فصدقه بما یقول، بازی را تصدیق میکنه به سخنایش، فقط کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه و سلم. اگر کسی پیش کاهن میره و یا پیش عراف میره و او گپایی را که بر ازی میگه اگر او را تصدیق کرد، میگه ای به کلام الله قرآن عظیم شان این شخص کافر شده هست. خب آل کاهن کیست و عراف چیست؟ این را باید بفهمیم. خب ان الکاهن ما یخبر بواسطه النجم عن المغیبات. کاهن میگه کسی هست که خبر میده توسط ستاره ها از غیب. میگه من ستاره شناس هستم و ستاره اوتو میگه و تو در آینده تی قسم میشه و ستاره تفتابی هست و ستاره تاتشی هست و ستاره فلان هست. اما عراف چی هست؟ فانه الذي یخبر عن المغیبات الواقعه. این عراف که است باز این از چیزهای غیبی که واقع شده. مثلا میگه گوت گم شده من برات پیدا میکنم، او نو تو طرف شمال برو، اما تو دیگه رفته برو در یک خانه گوت تو همونجا هست. نه دیگه یه موتر بگی دیگه همون طرف شمال برو دیگه، تو گلدره برو، شکردره برو، این نمی قسم دیگه رفته برو 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 تا که چارکار برو، باز بعد از همین قسم تو پیش رفته برو، یک وقت در سرحد روس میرسی گواه پیدا نمیشه. این عراف میگه. یعنی کاهن غیبیات آینده را گپ میزنه که سبا سر توی مصیبت می، یک هفته بعد این مصیبت می، این کاهن میگن. و عراف از سابقه گپ میزنه که گبت گم شده فلانی بردش، مرغت گم شده فلانی برده و بابا کلانت فلانی تو کرده بود و تو فلانی جادو کرده بود. اینه. پس اگر کسی پیش از یا رفت و شش گفت می فال ما ببین، صحیح؟ پیش فال بین رفتی گفتی کاکا می فالک ما ببین. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که اگر یک کسی پیش این می فال بین میره، تنها به خاطر رفتنش که تشویق کرده 40 شبانه عبادت ازی، 40 شبانه روز عبادت ازی از بین رفت. شف دلیت 40 شبانه روز عبادت و نمازی که خواندی کلش چی شد؟ خلاص.
تنها رفتن. اما اگر باز کسی پیشش رفت، باز این حدیث از او کدام سخت‌تر است. بازی میگه که من اتا کاهنا او عرافا فصدقه، ای که تنها رفتی خود 40 روز عبادت از بین رفت. اما اگر تصدیقش کردی، فصدقه بما یقول، با آنچه که خبر داد تو را، برات گفت سرتون مریضی میاد، سرتون تو مشکل میاد و گواهی تو این قسم میاف میشه و موتر تو را که دوزی کرده این قسم میاف میشه و ما برات موتر تا پیدا میکنم قدر پیسه بده. بازی را تصدیق کرد که راست گفتی، خیلی 5000 پر بگی، این 3000 پر بگی. باز اینجا چی میگه؟ میگه فقط کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه و سلم. این شخص چی شده؟ کافر. این امیل در شهر کابل هم بسیاری که از سینمای پامیر میره مسلمان، پس میگه کافر. چرا اونجا فالبینا و ترا شیشته یک فالک خودم میبینه. این بسیاری که از روزانه در سینمای پامیر روز 100 نفر در شهر کابل مردم کافر میسازه. بازور من روز یکی از شاگردای ما بود، می درس برشان دادم. یگان قصه میکنم. این قصه چطور است؟ یک وقت در پانتون من 2 حدیث در اکسنت درس دادم. در یکی از صنفا درس دادم، یک شاگرد من دیگه خوب شاگرد است که ریش شامکل است و یک پیرانک نیم قله هم پوشیده و پتلون کوبای هم پوشیده و قدر دیندار هم نیست. خب منتها می 2 حدیث یاد گرفت. ما عادت داشتیم سر شاگردا بعضی اوقات تیر میکردم خوب در ذهنشان بشینه. این بچه که خوانده که از این پیش سینما پامیر تیر میشه، دیده که یک نفر هم یک فال بینک شیشته و یک کاکاگا که خانه میخواد پیش از این شیشته فال میبینه. این رفته بر از این کاکاگا گفته که کاکا این خو امی فال بینم تصادفی یا تقدیرا این اوندو بودن. بازی رفته برش گفته کاکا جان، گفته این اوندو خبیث کافر است، بت پرست است، قبر پرست است. سکا قبر پرست هستن، بت پرست نیستن، قبر همو کلان خدا پرستش میکنن. گفته این کسی جادوگر است، فالبین است، تو که پیش از شیشتی 40 روز عبادت توی نمیل از بین رفته، اگر تصدیقش کنی کافر میشی. بخیس. من امروز در پانتون درس خواندم. محصل ساینس است. از شرایط هم نیست، چون درسای ما هیچ وقت ما بسیار در شرایط کم درس دادیم. زیاد درسای ما دیگه پانزهای ساینس بود، در علوم اجتماعی بود، در ژورنالیسم بود، در این جاها میرفتم. این محصل ساینس است. برش میگه که دیگه محصل شرایط نیست. ریش شام کل است و آستینکایش هم کوتاه هست و کوبای هم پوشیده. میگه رفتم برش گفتم ماستر که کاکا بخیز. میگی مردکه اون دوام تو گوش داشت که من برای چی میگم دیگه. یکی برش گفتم خیلی کاکا سون مسئله کرده، سون از اون دو سال کرد، کال دل از کاکا هست که بخیزه دیگه. میگه اون دو برش گفت که کاکا ای وهابی است. بیشی که عقیده تا خراب میکنه. نه بگیرش که نگیرید. میگه کاکا که میگه پاکش رید شیست. صبح آمدم من شاگرد میگه استاد ببخشید من سوال برام پیدا شد. دیر زودین یگاده ساش امی وهابی چیست؟ من گفتم وهابی از کلمه وهاب گرفته شده. وهاب یکی از نامهای الله هست. هر کسی که شریعت الله را به مردم درست گفت، مردم های بیدین نام از رو چی میمانه؟ وهابی میمانه. و وهاب نام الله هست. در قرآن آمده ربنا لا تزغ قلوبنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اوه قاری بلبل اونجا شیشته. پس انت الوهاب. کیست وهاب؟ الله هست. کل ما بندای وهاب هستیم نیستیم. این وقتی گپ وهاب گفت از این خاطر کس وهابی گفتید قار نشو. خب این قال صاحب الموسوعة الفقهية الكويتية، یک موسوعه بسیار بزرگ است. مثلا چقدری خلال در مکتب شامله هست. این صاحب موسوعه میگه قال الفقهاء، میگه فقهای اسلام در موسوعه فقهی کویتی است. در اینجا در موسوعه فقهی کویتی اینجا نظر علمای بزرگوار مذاهب مختلفه، اقوال احناف، اقوال شافعی یا شوافی، اقوال مالکی ها، اقوال حنبلی ها، اقوال تمام علما را مستند ذکر میکنه با کتابایشون. بسیار کتاب خوب است. موسوعه فقهی کویتی در مکتبه شامله هست. از این زیاد استفاده میکنم در موضوعات فقهی. این چی میگه؟ میگه قال الفقهاء، میگه تمام فقها چی گفتن؟
فقهای اسلام میگه چی میگه؟ میگه الکاهن یکفر بادعاء علم الغیب، فالبین کافر میشه به خاطر ادعای علم غیب. همین که میگه بیا من قف دست بخوانم و بیا من فال تا ببینم خانه تو بچه میشه و دختر میشه، این کل موضوعات مربوط چی میشه؟ آینده مربوط غیب میشه. پس این میگه کافر میشه به حساب چی؟ و کسی که از کافر اطاعت میکنه او چطور از عقیدهش؟ دیگه تربیه شیطانی فالبین ها، این همی کاهن و عراف و این کلماتی که در عربی هست ما شما در فارسی چی میگیم؟ فالبین میگیم. از این خاطر میگه فالبین ها چند قسم هستن. یک تعدادش از طریق ماهای سال فالبینی میکنن، یک تعدادش از طریق کتاب حافظ فالبینی میکنه، گنجشکک هم نگاه میکنه فال میبینه. فهمیدی یعنی؟ از کتاب حافظ فالبینی میکنه. بعضی کسا حتی در قرآن فالبینی میکنه. یک دفعه قرآن شریف قسم میگیره باز میکنه تو باش میبینم ای آیت درباره تو چی میگه. یک وقتی که بخره که لعنت الله علی الکافرین وی ولد افعال تو لعنت برآمده. یک کسی کتاب باز کرد تو باش با فال تا میگه نامش تو که چی میبره، یک تصادفی که باز میکنه فرعون میبره، نام بچه دا فرعون بود. در قرآن آمده. حتی استفاده غلط است کتاب الله. کتاب الله برای فالبینی نیست. این خب برای فالبینی نیست. پس بعضی کسا از کتاب حافظ و از کتاب شاعرها و از کتابها فالبینی میکنن. بعضی کسا از طریق ماها فالبینی میکنن که اینمی هم کفر است. مثلا میگه که تو در فلانی ماه پیدا شدی اینی گپاره داری، تو در فلانی ماه پیدا شدی اینی گپاره داری. کلش ادعای چی است؟ علم غیب است، کفر است. بعضی اوقات فالبینی از طریق کفشناسی است که اینی خطای دست اینطور است، نظر به این خطا تو اینی قسم بشی. این کفشناسی هم این یک شاخه از سحر و فالبینی و جادوگری هست. بعضی اوقات فالبینی از طریق خواندن در پیاله میشه. در پیاله است میگه سعی کنم تو چشمک تا این قسمی چیز کن. یک وقت یکی از خودگی ما یادم گواه ازی گم شده بود. یارا گفته بود تو یک بچه کبیر که سنش 8-9 ساله باشه، ما را برد این مردکه این در لوگر برد. در یک جای لوگر رفتیم، از این نفر گواهش دزد برده بود، 7-8 تا گواه. آلما را میگه دی گلاس صحیح کن. من میگم چی از چشمت میبینی؟ من میگم نه خب کوکی چشم چیز شورک نمیخوره. من میگم نه. باز خواندم باز میگم خوب صحیح کن. یک چوبک هم معلوم نمیشه. عزیزی که مرا پچق کرد بسیار فشار داد. آخر از مجبوریت گفتم یک چیزی که معلوم میشه. خب بگو که چی هستم؟ بگو که خانه را جارو کو. من گفتم حالا چی است که خانه کجاست خانه؟ گم شو. خب بگو خانه را جارو کن. اینه آل فهمیدیم که جادوگر بوده. 20 سال بعد فهمیدیم که مردکه نه گواه زیاف شد، پیسگکایش هم خورد، کرای موترش هم شد، لکن این مردکه فالبین جادوگر. پس بعضی اوقات جادوگری از طریق چی میباشه این فالبینی؟ بناهن از ارشادات رسول الله صلی الله علیه و سلم و فتاوای علمای اسلام فهمیده میشه که ستاره شناسی، خط بر ریگ کشیدن، بعضی کسا در روی ریگ خط میکشن، بعضی کسا کف شناسی میکنن، بعضی کسا در پیاله میبینن. اینمی کلش از امور جاهلیت و از جمله اعمال مشرکین است و در هر جایی که توحید ضعیف شد جاهلیت و شرک پیدا میشن. وقتی که مردم عقیده توحید یاد نداشت مبتلا به چی میشن؟ شکل پنجم فالبینی از طریق پرنده ها و حیوانات است. ایره تطیر میگن. چی میگن؟ تطیر میگن. تطیر چی میگن؟ یعنی پرنده را پرواز میتن. اگه طرف شمال رفت سفر میکردن، اگر به طرف شرق میرفت سفر میکردن و اگر به طرف غرب میرفت با سفر نمیکردن. یک حدیث است امام احمد ابن حنبل رحمه الله در کتاب خود در مسند احمد ابن حنبل آمده از رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه من ردته الطیرة من حاجه فقط اشرک. اگر کسی به خاطر فالبینی با پرنده ها از یک سفر که داشت یا یک کاری که داشت از او ممانعت کرد، چرا که پرنده برای من راهنمایی کرد که نرو،
این میگه چی است؟ فقط اشرک، این مشرک شده. چرا؟ پرنده را در علم غیب الله چی کرد؟ داخل کرد. حالا تو پرنده را اله بدی، خب پرنده بیچاره مجبور یا این طرف میره یا این طرف میره یا رو برو میره، دیگه خورا نداره. این حال بازو چی میگن؟ اگر این طرف رفت سفر بکو، اگر رو برو رفت باز سفر بکو، اگر دست چپ رفت باز سفر نکو. به این معنی که اگر پرنده این طرف رفت یعنی علم غیب داره، در سفر تو کدام مشکل پیدا نمیشه. عقیده علم غیب الله را به پرنده دادن این خودش هم چی است؟ رسول الله صلی الله علیه و آله میگه شرک است. مسند احمد ابن حنبل است و احمد شاکر میگه حدیث صحیح است. عن قبیسه ابن مخارق چی میگه رضی الله عنه؟ انه سمع النبی صلی الله علیه و سلم، میگفت که نبی صلی الله علیه و سلم میگفت که العیافة و الطیرة و الطرق من الجبت. عیافت، طیره و طرق عرصه ازی از اعمال شیطانی هست. عیافت چی هست؟ عیافت فالگیری یا شومگیری پرنده ها. طیره فالگیری پرنده ها و طرق خط کشیدن به زمین. یعنی اگر به پرنده فال گرفتی، اگر به حیوان فال گرفتی، مثلا یک پرندگک میگه باز میگه او ولی این پرنده که به خوش خبری میاره، علم غیب داره. ها یگان تا دوتک که بیشن میگه الله دوتک آمد، این کدام خبر آورده. پس این کل چی هست؟ اعمال شرکی است. شکل هفتمش فالبینی هست با تیرها. با چی هست فالبینی؟ یک 3 دانه قلم بتین برای من، 3 دانه قلم که من براتون یاد بدم فالبینی با تیرها را. مثلا فالبینی با تیرها چه قسم است؟ فالبینی با تیرها این قسم است که یک نفر چی میکنه؟ مثلا اینه 3 دانه تیر میپرته، قبلا در سر تیر نوشته میکنه که سفر بکو، دیش نوشته میکنه سفر نکو، دیش هیچ چیز نوشته نمیکنه، اما تو میپرته. باز که نال که تو رفتی پیشش فالبینی بیا کاریسه. این حال باز برای چی میگن؟ ایره چی میگن؟ ایره ازلام میگن در عربی. چی میگن؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام. ازلام اینمی فالبینی که چی است؟ که تیره ها است. این رجس است، رجسون من عمل شیطان. این حال برای فالبین باز برش میگه که تو کو که چی که خب یک 500 بکش داری؟ 500 هم دوچی بتنیمانی. آفرینی کی صبر. اینه باز اینی 500 که میگه ایگه که باز میمونه میگه ایگه که بان این شکرانه است. خب ایره باز شکرانه میگه این حال ازدواج میکنی؟ این حال بکش فالت بخوانین حاله ما زن نشد فالتان پس بگی. پس اینی چی هستن؟ این حال اینی چی میگفتن؟ ازلام میگفتن. الله متعال میگه و ان تستقسموا بالازلام. صاحب ایسر التفاسیر چی میگه؟ میگه فالگیری به تیرها حرام است، به عوض آن الله متعال سنت استخاره را به مسلمان ها مشروع ساخته. عوض ای فالبینی چی است؟ استخاره هست. استخاره چی است؟ استخاره هی است که انسان مسلمان 2 رکعت نماز میخوانه، هر تصمیمی که میگیری به الله متعال کارت واگذار میکنی. یا الله من میخوایم که امرای فلان کس ازدواج بکنم، اگر خیر آخرتم باشه، خیر دنیایم باشه، خیر دین ما باشه، یا الله همین ازدواج برای من آسان بساز، و اگر ای به آخرتم، برای دینم، به دنیایم، برای حالم، برای آینده‌ام نقص میرسانه، یا الله همین کار نشه. 2 رکعت نماز میخونی، خلاص نماز استخاره، کار محول میکنی به الله. پس در تصمیم گیری ها عوض ای فالبینی که جاهلیت میکردن، آل سنت چی است؟ استخاره هست. دیگه از بحث سومه که ما با شما ایره میخوانیم که اموری که انسان در دام شیطان میپرته، امیر زوز ما براتون میخوانم که تیر شویم این بحث شیطان خلاص شویم. اولش مصرف در حرام نزدیک شدن به شیطان است. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. کسی که در مصرف حرام میکنه خود در دام شیطان میپرته. این اول.
اگر میخوای که در دام شیطان نفتی، 1 روپیت هم در حرام مصرف نکو. سیگرت باشه، نسوار باشه، چرس باشه، قطعه‌بازی باشه، موسیقی باشه، فیلم خراب باشه، 1 روپیت هم در این مصرف نکو. اگر کردی در دام شیطان نفتی. دوم، چالهای در دام شیطان ریاکاری. هر کسی که ریاکاری میکنن، ينفقون اموالهم رئاء الناس، این هم انسان در دام شیطان میپرته. چی؟ ریاکاری. سوره نساء آیت 38. دیگه چیزی که انسان منحرف میسازد تحاکم به طاغوت است. اگر یک کسی فیصله ها را پیش طاغوت میبره، این هم در دام شیطان میفته. سوره نساء آیت 60. چهارمش جنگیدن در راه طاغوت است. کسی که در راه طاغوت یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اینا هم اولیاء شیطان هستن و در چال شیطان داخل میشن. سوره نساء آیت 76. امر پنجمش استفاده از شراب و قمار. انسان هم در دام شیطان میپرته. شیطان آیسته آیسته سر انسان چی میشه؟ مسیطر میشه. سوره مائده آیت 90. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل شیطان. امر ششم نشستن در مجالسی که در او توهین به مقدسات است. مثلا یک مجلس است، در اونجا مردم به قرآن، به پیغمبر، به دین، به اسلام توهین میکنن. اشتراک کردن در مت مجلس انسان چی میشه؟ در دام شیطان میپرته. الله متعال میگه که و اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم. اگر دیدی که در یک جای، یک مجلس است که توهین و تحقیر به مقدسات میشه، از این مجلس فرار کو. حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا ای که در کدام سخنهای دیگه داخل شوه، دیگه این امروز این مردمان هست. سوره انعام آیت 68 است. دیگه همر بحث دیگه ما بحث چهارم است، وسایلی که انسان وقایه میکنه برای مبارزه با شیطان. اولین وسیله اخلاص است. سوره حجر آیت 39 الی 42. این اخلاص است که انسان از شر شیطان نجات میده. الا عبادک منهم المخلصین. این ما شما قبلا هم خوانده بودیم. وسیله دومش متابعت کامل اسلام است. اگر یک کسی بخواد اسلام کامل تطبیق بکنه، ای از اینمی چیزای شیطان نجات پیدا میکنه. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان. سوره بقره آیت 208. وسیله سوم که نجات پیدا میکنی از شیطان، پناه بردن به الله از شر شیطان است. و اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم. آیت 200 و 201 سوره الاعراف. وسیله چهارم که از شر شیطان ما نجات پیدا میکنیم سخنان درست است. یا ایها الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا. و در آیت شریف دیگه میگه و قل لعبادی یقولوا التی هی احسن. سوره اسراء آیت 53. وسیله پنجم احتیاط نمودن از فتنه شیطان. همیشه در حذر باشین. یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه. احتیاط بکنین که همون قسم که پدر و مادر شما را شیطان فریب داد، شما را فریب نده. سوره اعراف آیت 27 است. دیگه نتایج، آخری بحث ما، نتایج پیروی از شیطان چی میشه؟ نتایج پیروی از شیطان دو نتیجه داره. یکی بربادی تباهی دنیایی هست و یکی هم بربادی و تباهی در آخرت است. فهمیدین؟ در دنیا چی قسم است؟ در دنیا وقتی کسی از شیطان پیروی کرد، در فتنه ها داخل میشه، در تمام بلاها و مشکلات گرفتار میشه. دوم در کفر و شرک داخل میشن. ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشیطان سول لهم و املا لهم. سوره محمد آیت 25. این داخل شدن در شرک کفر است. سوم نتیجه چی میشه؟ شامل شدن در صف گمراهان. کسی که مثلا پیروی از شیطان میکنه، بالاخره در دنیا در صف گمراه ها داخل میشه. واتلو علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین. اعراف 175. چهارم ذلیل خوار نمودن انسان است. وقتی که انسان پیروی از شیطان کرد، ذلیل خوار میشه. و کان الشیطان للانسان خذولا. الفرقان آیت 29. پنجمیش چی است؟ قرین و همراه شدن شیطان است. این شیطان باز قرین از او همراه از میشه.
و من یعش عن ذکر الرحمن نقید له شیطانا فهو له قرین. کسی که از ذکر الله دور شد دوست ازی کی میشه؟ شیطان میشه. ششمی حالت چی است؟ غرق نمودن در آرزوهای طویل. شیطان چی میکنه؟ این انسانی که در دامش افتاد بازی چی میکنه؟ چی میکنه در آرزوهای الشیطان سول لهم و املا لهم. سوره محمد آیت 25. هفتمیش ای در حقیقت برادر شیطان میشه. خود برادر چی ساخت؟ شیطان ساخت. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. سوره الاسراء آیت 27. هشتم ایجاد دشمنی و بغض و کینه. انسان‌هایی که تسلیم شیطان شدن در دنیا نتیجه چی است؟ همیشه بغض میکنه، کینه ورزی میکنه و در دام شیطان افتاده. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء. این چی است؟ سوره مائده آیت 91. و دیگه چی است؟ اعمال زشت برازی شیطان مزین میسازه، پس هیچ وقت توبه نمیکنه. متوجه هستین؟ این هم سوره الانعام آیت 43. ای بود اینمی چیز شیطان که ما و شما الحمدلله خلاص شدیم. و آخری بحث ما و شما هم است حیوان پرستی است. ما و شما میفهمیم الحمدلله قدر ما و شما مبتلا به حیوان پرستی تو نیستیم. درس بعدی ما و شما موضوع 15 توحید در عبادات قلبی شروع میشه. سبحانك اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک.